زادروز را جشن گرفتن چی حکم دارد؟ از دیدگاه اسلام جایز است یا نه؟ برادر عزیز، زادروز یعنی روز تولد جشن گرفتن، اگر انسان هم یار و دوستاش جمع کنه و یک طعام کنه، یعنی یک ضیافت، یک معرکه عادی باشه که اوجا شراب نوشی نباشه، اوجا یعنی موسیقی و رقص حرامی ها نباشن، ضرر نداره. این یک شکرانه، یعنی شکر میشه، شکر خدا را به جا آوردن که خداوند انسان به همو عمر رسانید. جشن گرفتن مولود هر یک نفر آیا جایز است یا نیست؟ شاید به شما به عباره روسی بگویم مفهومتر باشد. دین رجدین را قید کردن آیا جایز است یا نیست؟ روز تولد را جشن گرفتن جایز است یا نیست؟ البته اهل بدعت هستند کسانی که از اهل بدعت میگویند که جشن گرفتن روز مولد جایز است، مطلقاً جایز میدانند، و بعضی انسان ها مطلقاً جایز نمیدانند، بلکه در همون روز یک نشست، یک طعام کردن را جایز میدانند. لیکن این همه سخنهای باطل است و دلیل به خود ندارد. اما اهل سنت و الجماعت و علمای محققین و علمای بزرگ این عصر جشن گرفتن روز تولد را جایز نمیدانند و حرام میدانند، و مانند شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه که از جشن گرفتن روز تولد پرسیده شدند، یعنی آیا جشن گرفتن و عید قرار دادن روز تولد جایز است یا نیست؟ شیخ رحمت الله علیه این عمل را گفتند که ممنوع است، جایز نیست، و این عمل در اسلام وجود ندارد. برای اینکه برادران عزیزم بارک الله فیکم، ما در اسلام دو عید داریم، عید قربان و عید فطر، و البته احادیث های دیگر دلالت میکرد که عید جمعه هم داریم، اما دیگر عیدها را جشن گرفتن و دیگر روزها را همچون عید قرار دادن جایز نیست و حرام است. برای همین بارک الله فیکم برادران و خواهران عزیز، جشن گرفتن دین رجدینی جایز نیست و این حرام است. كلا